چرا مردا نسبت به خانوما بیشتر تو فکر رابطه جنسی هستن؟ 8 دلیل علمی که حتی خود مردا هم نمیدونن. سلام دوستان، آیا شما هم همیشه این سوال رو از خودتون پرسیدین که چرا مردا بیشتر از زنا به رابطه جنسی فکر میکنن؟ خب امروز میخوایم 8 دلیل علمی این موضوع رو به شما بگیم که شاید خود مردا هم ازش خبر نداشته باشن. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشین که قراره خیلی چیزا رو بشنویم. جدی میفرمایید؟ اولین دلیل نقش هورمون تستوسترونه. این یک دلیل کاملا علمی و قویه. تستوسترون همون هورمونی که باعث میشه مردا بیشتر به رابطه جنسی فکر کنن، شاید هم دائما. هورمون تستوسترون تو مردا به مقدار بیشتری نسبت به زنان تولید میشه و این خودش یک عامل اصلی برای تحریک میل جنسیه. ای جان. حالا چطور عمل میکنه؟ هیچی. تستوسترون سطح فعالیت مغزی مرتبط با میل جنسی رو افزایش میده. این هورمون از دوران بلوغ به شدت افزایش پیدا میکنه و باعث شکلگیری میل جنسی قوی‌تری تو مردا میشه. نتیجتاً مردا به طور طبیعی تمایل بیشتری به رابطه جنسی دارن. چرا؟ چون تستوسترون دائما بر سیستم جنسی و مغزشون تاثیر میذاره. عجیبه، شعر عجیبیه. دلیل بعدی تفاوت‌های مغزی بین مردا و زناست. حالا بریم سراغ مغز مردا. بله، مغزشون هم یه فرقایی با خانوما داره. تو مردا بخشای از مغز مثل هیپوتالاموس، مرکز تنظیم میل جنسی، فعالتره. این در رابطه با مرکز مرتبط با میل جنسی مردا. بعدش پردازش بصریه. مردا بیشتر از زنا به تحریکات بصری حساسن. یعنی چی؟ یعنی مردا بیشتر از زنا به تصاویر تحریک کننده حساسن. یعنی یه عکس از یک مدل ببینن مغزشون سریعتر از زنا واکنش نشون میده. چرا؟ چون این ناحیه مرتبط با پردازش تصاویر تو مغزشونه. خب تو مغز اونا سریعتر به نشانه‌های جنسی پاسخ میده. نتیجتاً این تفاوت‌ها باعث میشه مردا بیشتر از زنا تحت تاثیر محرکات جنسی محیطی و تحریکات بصری قرار بگیرن. دلیل بعدی تکاملیه. تو گذشته‌های دور مردایی که بیشتر با زن‌ها در ارتباط بودن شانس بیشتری برای بچه‌دار شدن داشتن. بهش میگن استراتژی تکاملی. چرا؟ چون مردا باید نسل بعدی رو حفظ می‌کردن دیگه. پس بیشتر و بیشتر میل جنسی داشتن. نتیجتاً این میل جنسی قوی‌تر به صورت تکاملی تو مردا تقویت شده تا نذارن نسلشون از بین بره. از منظر تکامل شهوت قوی تو مردا یک استراتژی طبیعی برای بقای نسل بوده. تو گذشته مردایی که تمایل جنسی بیشتری داشتن با تعداد بیشتری از زنها در ارتباط بودن و این احتمال بیشتری برای انتقال ژن‌های خودشون به نسل بعد داشتن. خب طبیعتاً شهوت قوی‌تر یک ابزار تکاملی شده برای افزایش فرصت‌های تولید مثل. دلیل چهارم سرعت تحریک پذیری تو مرداست. مردا معمولاً سریعتر و آسان‌تر از زنان تحریک میشن. خیلی سریعتر از زنان تحریک میشن. سرعت واکنش بدنشون به محرک‌ها شبیه ماشینه که همیشه آماده حرکته. علت فیزیولوژی داره. این سیستم تناسلی مردا طوری طراحی شده که به سرعت واکنش نشون بده، یعنی در مدت زمان کوتاهی واکنش نشون بده. عملکردش اینطوره. یه علت روانشناسی هم داره. مردا به طور ژنتیکی تمایل دارن به فرصت‌های بالقوه برای رابطه جنسی به سرعت پاسخ بدن. اینطور میشه که مردا خیلی سریعتر از زنان تحریک میشن و این واکنش سریع یکی از دلایل تجربه شهوت قوی‌تر تو مرداست. دلیل پنجم تأثیرات اجتماعی و فرهنگیه. تو بسیار از جوامع از مردا انتظار میره که تمایل جنسی قوی داشته باشن، انتظار میره رفتارشون رو تقویت کنن. یعنی یک فشار اجتماعی رو مردا بوده. از مردا انتظار میرفته میل جنسی بیشتری داشته باشن، انگار که میخوان ازشون یه قهرمان بسازن. رسانه و فرهنگ تاثیر داشته. نمایش‌های تصویری و فرهنگی اغلب میل جنسی مردا تشویق میکرده و به اون قدرت بیشتری میبخشیده. خب عوامل اجتماعی
تونستن شدت شهوت تو مردان بیشتر نشون بدن یا تقویت کنن. توی فیلم‌ها و رسانه‌ها دائما از مردم میخوان که یه سوپرمن باشن و همیشه آماده عمل باشن. خب این فشار اجتماعی باعث میشه میل جنسی مردا بزرگتر از همیشه به نظر برسه و تو عمل هم اتفاق بیفته. دلیل بعدی و ششم تأثیرات روانشناختی و هیجانیه. یه ارتباطی بین استرس و میل جنسی تو بعضی مردا هست. یعنی چی؟ یعنی استرس باعث افزایش میل جنسیشون میشه. چرا؟ چون رابطه جنسی میتونه یک راه فرار از فشارهای روزانه باشه. یعنی خیلی وقتا مردا برای فرار از استرس میرن سراغ رابطه جنسی. یه جورایی مثل یک راه فرار از فشارهای روزانه است. یکی از دلایل دیگه‌ش هم یک نیاز به صمیمیته. تو برخی مردا میل جنسی ابزاریه برای ایجاد نزدیکی عاطفی. یعنی رابطه جنسی یک راهه برای اینی که یک ارتباط بیشتر با شریکشون داشته باشن. دلیل هفتم تأثیر سن و سلامته. میل جنسی مردا با توجه به سن و وضعیت سلامتشون تغییر میکنه. یعنی تو جوانی سطح تستوسترونشون بالاست و میل جنسیشون شدید، ولی با افزایش سنشون سطح تستوسترونشون کاهش پیدا میکنه، میل جنسیشون هم متعادل میشه. پس هر چقدر سن بالاتر بره تستوسترون کمتر میشه، میل جنسی هم پایین میاد. دلیل آخر هم تفاوت‌های فردیه. یعنی هر مردی منحصر به فرده. سطح شهوتش هم به عوامل مختلفی مثل ژنتیکش، تربیتش، تجربات گذشته از شرایط فعلیش بستگی داره. یعنی هر مردی یه داستان داره برای خودش. و این طبیعتاً برای این بعضی از مردا یک میل جنسی قوی‌تر ایجاد میکنه و برای بعضی هم کمتر. بریم جمع‌بندی کنیم. خب حالا میدونیم چرا مردا به طور طبیعی میل جنسی بیشتری دارن. این ترکیب پیچیده شد از هورمون و مغز و تکامل و فشار اجتماعی. البته که این ویژگی یه چیز طبیعیه که میشه به روش‌های سالم‌تر هم هدایتش کرد. بله. این یک سیستم طبیعی انسانیه که با درک و مدیریت مناسب میشه اونو تو مسیر سالم و سازنده هدایتش کرد. راستی اگه این اطلاعات براتون جالب بود حتما لایک کنید، حتما نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. باور کنید با لایک و کامنتتون اول از همه که من انرژی میگیرم، دوم از من حمایت کردین و طبیعتاً وقتی این ویدیو لایک بشه و کامنت توش نوشته بشه به افراد بیشتری نشون داده میشه و خب به جای اینکه یک فشار اخلاقی زیادی روی یک سری از مردا گذاشته شده که میل جنسی زیادشون بده، میتونن دلایل طبیعی بیشتری رو از خودشون بدونن و طبیعتاً با خودشون کنار بیان و پذیرش بیشتری نسبت به خودشون و حال و هواشون داشته باشن. یک دنیا سپاس.